سلام. افغانستان میزبان نشست دو روزه سام است. وزارت مالیه میگوید در نشست سام ارزیابی تعهدات دو جانبه ژنوا و پالیسی انکشافی دولت افغانستان بحث می شود. ملل متحد از حکومت و گروه طالبان خواسته است که مذاکرات صلح را آغاز کنند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است در ادامه جنگ هر روز افراد ملکی کشته و زخمی می شوند. گروه طالبان از امریکا خواسته که در وقت تعیین شده از افغانستان خارج شوند. ملا برادر نماینده سیاسی طالبان به رسانه‌ها گفته است که در صورت تعویق خروج امریکا یک فیصله جدید خواهند کرد. برق وارداتی تاجیکستان به افغانستان کم شده است. شرکت برشنا اعلام کرده که به دلیل کم شدن آب در تاجیکستان برق وارداتی آن کشور به افغانستان از 350 مگاوات به 40 مگاوات کاهش یافته است. و لوی سرنوالی میگوید دایالحق عابد سرپرست و معین از وزارت حج و اوقاف و محمد آصف مهمن عضو شورای ولایتی بلخ به دلیل سوء استفاده وظیفه‌ای به 1.5 سال حبس محکوم شدند.